هر انسان اختیار بکند بهترین عائله بنیاد کردگی ها. تجربه کردیم بعضی زنای هست که 4 5 6 10 دختر داره. دختراش در کدام عائله که رفته باشن او عائله آباد شده است، یگان بار بعد از رفتن بر نگشتن. تجربه کردیم مردم اون خونه را آباد کردن، با کمبغلی و درد و بلای هم خانه صبر کردن، خدمت پدر و مادر شوهر هم به جا آوردن، خدمت شوهر هم به جا آوردن. همچنین یک معجزه خدا صاحب فرزند و ریشه‌دار و میوه‌دار شدن و او خونه سوزیده است. همین علامتش همین است که آن را از عائله سالم، از عائله به توفیق، از عائله پاک و پاکیزه بردن اون عروس را.